شنه ماما چی کارت کنم الان؟ چرا باید همیشه اول ویدیو من تو با هم درگیر باشی؟ چرا این درگیری دلیلش چیه؟ آیا دلیلش لوسی بیش از اندازه شما نیست؟ بکن باید بکن باید اول از زیر اسکن دماغ ایشون رد بشه همه چی. سلام بچه‌ها، خیلی خوشحالم که دوباره میبینمتون. فکر کنم معلومه که من میخوام امروز چه ویدیویی بگیرم. خودم با 32 سال سن خیلی دوستش دارم و هر بار میبینمشون هیجان زده میشم. دست خودم نیست، احساس میکنم اصلا این داستان سن و سال نمیشناسه. بس دیگه بی برو پایین. این لگت دیدی لگت میزد بهم. خب حالتون چطوره؟ خوبین؟ همه چی خوبه؟ ببین انقدر هیجان دارم براش که خدا میدونه. جدی میفرمایی؟ نمیدونم با کدومش اصلا شروع کنم. خب فکر میکنم منطقی تر اینه که با کوچیکا شروع کنم، اینا برن کنار. وای این فقط این ببین انا اصلا همش منتظر اینو وا کنم. بعد داشتم میخریدم هی امتحان میکردم تکون میدادم ببینم کدوم سنگین تره کدوم بهتره. خیلی با هم فرق نمیکنه. خب این اسمش چیه؟ کندی تویز در واقع. بعد قیمت هم نداره که من بهتون بگم چقدره، ولی فکر میکنم اینا 60-70 تومانی باشن. خب اینو من چطوری وا کنم مثلا؟ خب ناموفقه، نگران نباشین. برای این داستان به خودم چاقو آوردم، قرار دستامو ببرم تو شیطنم. امیدوارم خیلی آشغال پاشغال گیرم نره. این همه زحمت و پول. چقدر وسیله داشتیش همه یه چوسه توپ لپ لپ. اینو ببینین. آخ خدا آه چقدر خوبه. ببین شنه کلی با این سرگرم میشه. میبینین چجوری میره؟ دایناسور قرمز. او خراب شد. خجالت بکش. خیلی این باحاله. این چیه؟ اصلا نمیدونم این چیه. معلوم چیه؟ شما میفهمین این چیه؟ اصلا نمیدونم، هیچ آیدیایی ندارم که این چیه. این چیه؟ وای خدا چقدر گوگوله. ببین قیافش خدایا. اینم من. وای این تو پر از اینا بوده. میبینی چقدر این زبر زرنگ‌تر از اون دایناسور است. این خیلی زرنگه. این خیلی زبله. من اینو خیلی دوستشون دارم. این چیه؟ کلا داستان این بوده؟ این فقط همینجوری از این گندالاست. از این عروسکای عهد بوق و درشکه. من مثلا شاید بهتون بگم 3-4 سالم بود مثلا از اینا کلی داشتم. از این کوچولا کلی داشتم. آخه یه بوی قدیمی هم میده. کیه؟ نگو که حباب سازه. آره این حباب سازه. وای من خودم با این میکشم. ماما از خودت خجالت نمیکشی؟ از سن و سالت خجالت بکش. این کارا چی آخه؟ شنه بیا. وای الان میشم تنها گریه میکنم از سخ. من خیلی اینا رو دوست دارم. ببین نمیدونم قرار بعد از این چی در بیاد، ولی
نامبر وان من، تاپ وان من 100% اینه. یعنی من بهت بگم شاید تا وقتی این کار میکنه من با این خوشم. این بستنیه ها نشد. نه تونستم. قیمت اینو اصلا نمیدونم اسمش چیه؟ هپی آیس کریم. قیمتش اصلا نزده. کلا قیمتاشون نمیدونم چرا روی اینا نمیزنن. بازم از اینا خوشگله خرسه. چقدر از اینا دارم. اینو نگاه دارم بدم به بچه ها. اما شاید میخوردش. ببین جوجه هم همونه. آقا این چرا نمیفهمم این چیه؟ ها؟ چقدر نرمه. وای خیلی وای چقدر این باحاله. ببینی وای چقدر خوبه. وقتی که دستم اعصابم از دست احمد خورده چقدر میتونه بهم آرامش بده. احمد الان که داری این ویدیو رو میبینی این برای وقتی که اعصابم خورد میکنه. ببین چقدر خوبه. چه خوشگل هم هست. توش از این شناست. این شنای جادویی چی بهش میگن؟ تو فکر کن من اینو بدم به تو که گاز بزنی پارش کنی؟ نه نمیدم بهت. با این خیلی باحاله. چقدر چیزای باحال بوده. اینو میخوام بکنم. السا آنا روش داره. قیمت نداره اینم مثل همشون ولی فکر میکنم این بالای 200 تومن بوده. خیلی هم سنگینه. خیلی سنگینه. بالای 200 تومنه و همون چیز دیگه فروزنه دیگه السا آنا. ببینم لعنتی ها چیکار میکنی با اینا؟ نمیشه. چی توشه؟ دنیا وسیله توشه. پاکن عطری. وای خیلی این باحاله. چقدر خوشگله. چقدر بزرگه. چه پاکن بزرگی. وای چقدر این خوشگله. این چیه؟ ببین برچسبه. مگه احسان نه دخترونه باشه چرا برچسب توش گذاشتن؟ از این برچسب فایترهای که مثلا نمیدونم مارول هم فکر نمی کنم باشم. از این برچسب پسرونه ها. این چیه؟ بچه ها به خدا یه دونه حباب ساز دیگه دیدم. یه چیز دیگه خدا میخواد. ها؟ این از اونا نداره. صبر کنید ببینم اینجا چه خبره. میدونی چیه؟ الان بهتون میگم. پشمام ریخته. ببین یکم از این میریزیم تو این و اینو میذاریم اینجا. نه این امکان نداره. من حتما خوابم. همه زندگیم شده کف ولی من خیلی خوشحالم.
دیگه ویدیو تموم شد، برید خداحافظ، من میخوام بازی کنم. شنه میبینی مامان؟ خدایا این همه زیبا. ببین شنه، میبینی؟ شنه میگه مامانم دیوونه. خیلی دوستش دارم اینو. زندگیم شد کف. ببین دیگه لپ خریدن شده جزء کارهای روتین هفتم. من باید هر هفته لپ داشته باشم. نه اینجوری نمیشه. اگه قراره که همچین چیزایی از توش در بیاد من هر هفته میخرم. این چیه؟ نه چوبم داره از خیلی بزرگا. اصلا معلوم نیست چیه. نمیدونم این چیه. توپه؟ قطعا که با دهنم وا نمیشه. یه دونه توپ هندونه. وا این میدونی چقدر برای شنل خوبه. خب چجوری بازش کنم اینو؟ نمیدونم چجوری بازش کنم. و یه توپ هندونه چقدر باحال. من چون همه چی میزنم به دهنم. خب خیلی باحال بود. اینم خیلی باحال بود. پاکن داشته توش، یه دونه از این نمیدونم این چرت و پرتا داشته توش. اینم چرت و پرت بوده. این چرت و پرتا رو ولش کن. ولی این توپه و این پاکونه و این که فوق‌العاده بود. این خیلی خوشگله. مثلا قیافش منو جذبم کرد. قیافش و موهاشو چه شاخ خوشگلی داره. این اسم نداره؟ عمو سامی. نمیدونم این که رو اسباب بازی بچگونه مثلا لپ دیگه مال بچه هاست دیگه. در واقع مال بچه هاست. اسم مثلا اگه آقایی باشه عمو سامی روش بزنن خیلی حس خوبی بهم نمیده. ولی حتما یه آقایی به اسم عمو سامی اینو تولید کردی. اسم خودش حالا دوست داشته گذاشته روش. حالا ما خیلی خورده نمیگیریم. ولی من خیلی یه آقا سامی بوده. این قیمت هم داره 120 تومن. این قیمت داره. چه عجب. عمو سامی آدم چیزیه صادقیه. بازش کنیم. آماده این خوشگله. ولی اینا هم فکر می‌کنم تکون می‌خوره نمی‌خوره. چقدر خوشگله. کلیپس. مرسی آقای سامی. من کلیپس همون شنل شکونده بوده. این فکر می‌کنم حدود 10 تا کلیپس تا الان شنل با دندون شکونده. خیلی متشکرم. من واقعا از این استفاده می‌کنم. مرسی. اینا چیه؟ آها ببین از این بازیای دوز و اینا بازی توش داره. مثلا این که بعد از این مقصد بری، از مبدأ بری به مقصد، از مقصد بری به مبدأ. یا مثلا اینی که مثلا باید همه نقطه عددا رو به هم خط بکشی و یک شکل چیز درست کنی. بعد اینکه این سایه آخه اینو بچه بودیم چقدر اینا رو بازی می‌کردیم. اینکه این سایه کدوم یکیه. این چیه؟ Find 10 difference. 10 تا اختلاف پیدا کن. خب خیلی می‌دونی اینقدر اختلافش مشهود بود. من شک کردم که میتونه اختلاف باشه. مثلا یه جا شیره رو گذاشتن اینجا، از اینجا گذاشتن اینجا دیگه. حالا عقل بچه‌ها رو در نظر گرفتن دیگه. لابد خیلی باحاله. حتی انگلیسی هم داره، تمرین مثلا زبانم داره. اینم که بعد خیلی باحال بود. دفترچه اینم شاید باورتون نشه ولی من اینم انجام میدم. چیکار کنم؟ کودک درونم خیلی بیرونه. اینم از این برچسباست. نه این چیه؟ کتاب داستانه. آخه از این بچه بودیم می‌خریدیم اینا رو. یک بچه استثنایی. آخه از این کتاب داستان قدیمی هست. ما همینا رو بچه بودیم می‌خریدیم. حالا مثلا بزرگترشون این خیلی کوچولوه.
این چیه؟ این دوزه. یه دونه ببینی؟ بذار اینو برگردونم. اینها ببینی؟ دوز چوبیه. چه باحاله. قشنگ به عنوان یه بورد گیم میشه ازش استفاده، ولی واقعا کاربردیه. جدی میگم. این چیه؟ این چیه؟ آها، چون این یونیکورنه یه دونه یونیکورن توش گذاشتن. درستش کنم. بذار من درستش کنم برمیگردم. بچه ها یکی از خوشگل ترین یونیکورنایی که من تا حالا دیدم. چقدر خوشگله، چقدر خوشگله. ای خدا، وای خدا. اینو من تو دکورم یه جای استفادهش میکنم. میذارم رو چای بارم. خیلی آخه خوشگله. دلم نمیاد. ای خدا. و اما تدا بهترین قسمتش. ببینم اینو اسمش چیه؟ زورو. بچه قیمت اینم میدونم، اسمش 20 تویزه و اینکه 350 تومن هم پولشه. بذار ببینیم 350,000 تومن میارزه. ولی چقدر جاش هم خوشگله. ببینین چقدر خوشگله. خدایی $50,000 تومن. یه دونه قاب شرک داره. حتما عکس خودم الان میندازم توش بهتون نشون میدم. یه دونه برس مو داره. برس مو آلردی هم تمام این چیزاش کج شده است. برس مو. یه ماشین پلاستیکی آشغالی. حتی عقبم نمیره بگم یه کاری انجام میده. یه سس کچاپ هم روشه. سس قرصی. هیچ. آشغال. فریسبیه. اگه فریزبی باشه خیلی خوبه، برای چنل استفادهش میکنم. فریسبیه. ظرفامو نشکونه. شما خجالت نمیکشی؟ فریسبی نبود. اصلا نمیدونم این چیه. یه پیرمرد رو توش تشخیص میدم. سانتا بابا نوئله. از این خوشبو کننده های دهان توش داشت. بعد یه پلاستیکه. یه پیرمرده. ببینید ریشش جدا میشه. خب بعد زیرش شخ داره. بعد اینو میکشیم. دو قدم میره جلو. آیا این دزدی نیست؟ اصلا این چرا توش بود؟ تو کوله. یه کوله روشه. آها، یه بابا نوئلیه. برامون یه دونه شکلات آورده. خسته نباشه بابا نوئل. نه شکلات نیست، خوشبو کننده دهنه. ببین یه دونه دیگه از اینا.
اینو کارش چیه؟ تو یه دونه دیگه داشتیم. کجا گذاشتیم؟ نه ببینی؟ یه دونه دیگه هم هست. این چجوری کار میکنه؟ این چه آشغالیه؟ اینا جدا میشه. یه دونه اصلا از این پلاستیک آشغالی ها درست میشه. کی آخه از اینا خوشش میاد؟ اصلا اینو درستش نمیکنه. ازش خوشم نمیاد. و اما قسمت خوب این کل 350,000 تومن فقط یه چیز خوب داشت. یعنی هر لحظه هر چقدر برای این پول بدم خوشحالم. ذوق دارم. چه خوبه. چند از پایین میگه پیفشو میشنم. چقدر این خوبه. لعنتی. ببین همه اینا شد 1 تومن، 1,100,000 اینا. حالا چیزایی که دوستش داشتم، من جای اینو خیلی دوستش دارم، خیلی خوشگله. یعنی نقطه قوتش جاشه. بذار تو این تخمه بزرگه چیزایی که خوشم اومده رو جمعش کنم. اینا رو که آف کورس من از اینا خیلی دوست دارم. یونیکورن خوشگله، اینو خیلی دوستش دارم. این به درد نمیخورد، این به درد نمیخوره، این که اصلا به درد نمیخوره. درسته. خب بذارمش تو این. حالا چون به درد میخوره مثلا بذارمش تو این. کلیپسه به درد میخوره. این اصلا نمیدونم چیه، این نمیدونم چیه. این نایلونه. این دفترچه رو دوست دارم. این دوزه که چوبی بوده رو خوشم میاد. قاب عکس شرک آشغاله. این آشغالیه. این کوچولو الان این کوچولو بهش میرسیم. این کتاب داستان کوچولو رو دوست دارم. این پاک کنه رو دوستش دارم. این عزیزای دلم، این حباب زنه رو، این حبابه ساکسیفونیه. وای این عالیه. این عالیه. اینو حتما میخوامش. وای این خیلی خوبه. اینم خیلی دوستش دارم. این آشغالیه. اینم به درد نمیخوره. این توپه باحاله. بعدم بادش میکنم، برای شن استفادهش میکنم. اینم آشغاله. این 4 تا هم خیلی بامزن. این 4 تا که اینجوری میرن خیلی بامزن. ببینی؟ این خیلی بامزن. اینا هم دوستشون دارم. حتما کامنت بذارین برام، به من بگین شما کدومش رو دوست داشتین. اگه بازم دوست داشتین براتون ویدیوی لپ بگیرم، لپ نه ویدیوی شانسی بگیرم، باز هم حتما کامنت بذارید برام، بگید که من بازم از این ویدیو بگم، چون خیلی تنوع داشت، خیلی چیزای دیگه هم میتونم بگیرم. حتما لایک هم کنید، به کانالم سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. خیلی دوستتون دارم. چی باحاله. شنه بودو بیا. آی خدا.